سلام دوستان گرامی، خوش آمدید به کانال دنیای زبان ها. دنیای زبان ها کانال آموزشی بوده، در آن درس های زبان آموزی گذاشته می شود، یعنی درس های مثلا زبان انگلیسی، آلمانی، ترکی، روسی، تاجیکی، فارسی، عربی. در آینده مثلا در نظر داریم ازبکی، قزاقی، قرغیزی، فرانسوی و دیگر زبان ها رو نیز در نظر داریم. البته این زمان فقط زبان انگلیسی، ترکی، روسی ادامه دارند، یعنی سه زبان. از شما یک خواهش، اگر همین ویدیوهای ما یا طرز درس دادن ما برای شما اگر پسند آمده باشد، کسانی که ابونه نشده‌اند خواهش میکنیم ابونه شوند. یعنی این ابونه شدن شما برای ما یک روحیه تازه میبخشد، باز یک شوق رغبت بیشتر برای ما هدیه میکند که این درس ها را باز خوبتر بهتر برای شما تهیه نماییم. یعنی چقدر میگوین زبان دانی جهان دانی، هر یک آموختنی هر یک زبان جهانی دیگری هست. وقتی که انسان یک زبان را میداند، یعنی فرق ندارد انگلیسی است، آلمانی است، ترکی است، روسی است، وقتی یک زبان را میداند الکی یک جهانی دیگر را میداند، الکی برای وی یک جهانی دیگر، یک عالم دیگر، یعنی آشنا شد برای وی. بنابراین از یکایک که شما خواهش داریم که لطفاً ابونه شوید اگر نشده باشین و همین ویدیوهای ما را یا که همین کانال ما را به دیگر دوستانتون توصیه نمایید. شاید نفرانی باشند که مثلا زبان انگلیسی آموختن خواهند، زبان ترکی و روسی آموختن خواهند، اما یا نمیدونن یا اینکه مثلا اونقدر آگاه نیستن از این درس های اینترنتی. بنابراین خوب میشه توصیه نمایید. این یک دستگیری هست برای پیشروی کار ما. یعنی نگاه کنیم که برادر اولوبک توصیه کردن، فکرشون بیان کردن، نوشتن در زیر شرح یا کامنتر که همین درس های زبان روسی رو زیادتر نماید. خب الکی ما پای بردیم که نسبت زبان روسی طلبات هست، یعنی خواهشات هست. به همین خاطر تصمیم گرفتیم از اونی که در یک هفته 2 مرتبه بود الکی یعنی 4 مرتبه درس تشکیل میکنیم، ثبت میکنیم. مثلا همون روزی روزی چهارشنبه و شنبه است یک درسی بود، همون روزها 2 درسی تهیه میکنیم. چگونه که درسی پیشینه یک چند لحظه پیش 5 دقیقه پیش تقریبا انجام یافت. درسی 8 بود، اکنون درسی 9 رو آغاز میکنیم. خب این یک خواهشی برادرانه ما بود. کسانی که میخواهند ما را دستگیری کنند، دستگیریشون همین است که همین کانال ما را توصیه کنند به دوستانشون و ابونه شوند، لایک بذارن و از دوستانی که یعنی بلاگر هستن و میتونن در سابشست و گذاشتن، خواهش میکنین در سابشست و گذارن تا که همین کانال اگر مثلا یک نفر به سبب سابشست و شما آمده زبان را آموخت، شما هم یعنی در ثواب شریکین، شما هم در یک کاری خیر که برای ملت انجام دادستیم، برای تاجیکان انجام دادستیم، شما هم در این کاری خیر شریک هستین. خب دیگر گپ دراز نمیکنیم، میرویم به سراغ کتاب. کسانی که نو پیوسته شده اند یا کسانی که نو ویدیوهای ما را میبینن یا این ویدیو را نو دیدن، یعنی درس های ما از کتاب درا گوراسیو ادامه دارن. هر روزی چهارشنبه و شنبه در کتاب درا گوراسیو قسمی یکمش است، الیمنتارنی اورامن قسمی یکم. شما میتونین این کتاب رو از گوگل پیدا نمایید، درا گوراسیو پی دی اف نویسین میبره و درس های ما از 10 دقیقه تا 15 دقیقه ادامه مییابند. خب دیگر فکر میکنیم همه چی را گفتیم.
میرویم به آنجایی که در درسی گذشته رسیده بودیم. تا اینجا آمده بودیم، یک 15 دقیقه پیش تا اینجا آمده بودیم. خب از اینجا دوام میدهیم. Слушайте, повторяйте, читайте. گوش کنید، تکرار کنید و بخونید. در اینجا موضوع udarение هست. udarение یعنی علامتی زده هست، یا اینکه بگیم با ساده کده اگر فهمونیم، کلمه هایی که از چند هجا عبارت است، یکی از اون هجاها زیادتر تلفظ کرده می شود، زیادتر کشیده می شود. و مثل اینکه مثلا کلمه کامنتا یا کنیم همش یکی خوندیم. کامنتا یعنی از سه هجا عبارت است، اما در اینجا یک هجای اون از همه زیاد تلفظ کرده می شود. مثلا کامنتا. خب یعنی این موضوعی چی است؟ خیلی مهم است. مثلا این موضوع رو اگر غلط تلفظ کنیم شاید که هم معنا تغییر بیاورد، هم ما رو خوب نفهمد. مثلا کلمه پاگودا آب و هوا، اگر گفتیم که پاگودا الکی یا معنا تغییر می‌یابد، یا اینکه اون کسی که ما با او صحبت داریم مقصد ما رو نمی‌فهمد. بنابراین موضوع udarение در زبان روسی خیلی موضوع مهم است. پاگودا. خب از اینجا آغاز میکنیم. این علامت ها برای شما الکی آشنا هستند. علامت یک خط راست و یک خطچه نیم پهلو در بالا معنای این را دارد که udarение در همین هجا است. یعنی این یک هجا عبارت است. اینجا کلمه های هستند که از دو هجا عبارت است و udarение در هجا یکم است. اینجا کلمه های هستند که از دو هجا عبارت است، udarenie در هجای آخران است. اینجا باشد کلمه های هستند که از سه هجا عبارت هستند و udarenie در هجای یکم است. و در اینجا باشد کلمه های هستند که از سه هجا عبارت است، اما udarenie در هجای مابیندی هست، یعنی در بین است. و در اینجا کلمه های هستند که از سه هجا عبارت است و udarenie یا علامت زده در آخران هجا است. خب دیگر میخونیم. کات گفتیم udarenie در همون خود هجا است. اینجا یک هجا است. کلمه های هستند که از یک هجا عبارت هستند. کات گربه، کک چخل، کتو کی، دوم خانه، توت اینجا، تم آنجا، بانک. اکنون کلمه هایی که از دو هجا عبارت هستند. плохо بد، много زیاد بسیار، мало کم، дома در خانه، یا کنیم دом خانه می شود، دом خانه منزل، дома در خانه. بوکوا یعنی حرف، لامپا چراغ، окно تیرزه، вода آب، когда کی کدام وقت، комната یعنی حجره اتاق، холодно خنک سرد، погода یعنی آب و هوا، молоко یعنی شیر. خب تمرین سیوم. слушайте, повторяйте, читайте, пишите. خب اینجا این کلمه ها رو خوب میشود که شما در دفترهاتون نویسین تا که هم دستانتون عادت میکند که چه خیلی نوشته میشود اون کلمه ها، و هم کدام کلمه ای رو که نمیدونین و ایرا وقتی که 2 بار 3 بار مینویسین و در ذهن شما باقی میماند. خب در اینجا هجاها هستند و میگذاریم و اینجا کلمه هایی که در اینجا هستند در قسمت نوشتن، یعنی
در زیر ترجمهشون میکنیم. خب کلمه هایی که از یک هجا عبارت هستند: پارک، 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 پارک یعنی باغ. برات، 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 برات یعنی برادر. خب اکا باشد خوددار یعنی برات برادر. اما اگر میخکی знак آمد در اخیرش، خب اینجا دقت دیم، برات، برات، برات کمی ملایم تلفظ کرده می شود و میخکی знак در بعد از حرف تی است. برات، برات، برات وای الکی معنای گرفتن رو دارد. گرفتن، یک چیز رو گرفتن. مثلا تورت، تورت، تورت. خب تورت دیگه در زبان تاجیکی یعنی تورت استفاده می شود. یعنی تورت به همه شما معلوم است که چی است. کلچخان گویم یا که فکر میکنیم که تورت است، یعنی در زبان تاجیکی تورت استفاده می شود. یا اون کس اگر ترجمه تاجیکی شب دونه در کامنتر نویسن، خیلی خوب میشه با ما از اونها یاد میگیریم. یعنی در اینجا یگان عیب و ایزو نیست که یعنی یک نفر درس داده است، یک نفر گوش کرده است. نه، یعنی شاید شما از من خوبتر دانید زبان روسی را. خواهش میکنیم خطاهای ما را در زیر شرح نویسین تا که ما بخونیم و اصلاح شیم و باز زیادتر آموزیم. یعنی انسان همیشه در حالت آموزش است، یعنی باید که همیشه آموزد، یعنی زبانی را، کاری را، کسب را. بنابراین ما هم نیاز به آموختن داریم. ریبا، ریبا، ریبا ماهی در هجا یکم است. کارتا، کارتا، کارتا خریطه. گروپا، 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 گروپا گروه، مجموعه، دسته. اوترم، 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 اوترم یعنی در صبح می شود. اوترا صبح می شود، اما اوترم در صبح می شود. در صبح یعنی در پگاهی. مثلا اوراک، 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 اوراک یعنی درس. پدروگا، 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 پدروگا یعنی دوگانه، یعنی که دوستی، دوست دوگانه، اما برای زنها. مثلا برای مردها دروک، دروک هست. دروک، دروک، دروک دوست، رفیق. اما برای دخترها پدروگا یعنی میشود هم دوست ترجمه کرد، هم رفیق، هم دوگانه مثلا. خب اینجا چی داریم؟ یک نیم دقیقه دیگه وقت داریم. این رو نیز بخونیم. چیتایته یعنی اینجا موضوع فقط برای خواندن است. ایتا کارتا این خریطه است. تام پارک اونجا باغ است. Вот молоко, молоко и вода یعنی انا شیر و آب. там рыба и торт, там рыба и торт یعنی اونجا ماهی و تورت است. утром холодно, утром холодно, утром холодно یعنی در پگاهی خنک است. یعنی که در پگاهی نمیگیم تاجیکی، یعنی پگاهی خنک است. پگاهی خنک است یعنی در صبح خنک است. خب пусть смотрите на рисунки, уточните, что изображено на рисунках. یعنی میگه به رسم ها نگاه کنید و معین کنید، انیق کنید که در رسم ها چی چیز تصویر یافته شده است، چی چیز بیان شده است. مثلا خب اینجا قسمت فونتیکی است. فونتیک گفتیم آوازشناسی می شود. آوازشناسی آوازها را باید که فرق کنیم و چه خیلی خوانده می شود. образец یعنی это карта, это карта, да, это карта, да, это карта یعنی این خریطه است، بله این خریطه است. و اینجا طریقه تلفظ، مثلا در اینجا کلوب، کلوب ب می نویسن، کلوب می خوانند، کلوب، کلوب، کلوب. و از همه راه آسان همین است که
وقتی هر کلمه که در اخیرش ب آمد، وقتی به درس شده به پایان رسید. خب از شما 1 دقیقه دیگه اجازه میپرسیم تو که همینجا تمام کنیم. وقتی که هر یک کلمه دیگر وقتی هر یک کلمه که با ب انجام یافت پس پ تلفظ می شود. هر یک کلمه که با و انجام یافت پس ف تلفظ می شود. هر یک کلمه که با گ انجام یافت پس ک تلفظ می شود. هر یک کلمه که با د انجام یافت پس ت تلفظ می شود. اینو نگاه کنیم. کلوب ب نوشته می شود، کلوب نوشته می شود، کلوب خوانده می شود، کلوب. و ایوانوف نوشته می شود، ایوانوف خوانده می شود. یعنی همون نسب هایی که در اخیرش آو دارد. خب دیگر مثلا ایوانوف، پتروف، تاجیکی باشد مثلا شریفوف یا شریپوف، دولتوف، حسینوف. خب دیگر کلمه هایی که مثلا دیگر نسب هایی هستند. خب در اینجا اگر نسبی که من تلفظ کردم به نسب اون کس اگر موافق اومده باشد، یعنی من رو در نظر ندارم، همین خیلی یکی از پیش اومد گفتم مثلا. خب یعنی مثال گپ ایزاتوف، ایزاتوف نوشته می شود اما ایزاتوف خوانده می شود، ایزاتوف. خب مرادوف، خب امیروف ف خوانده می شود مثلا. خب یعنی دیگر این چیز به فیلم برای همتون فهمو است. هر نسبی که فامیلی که در اخرش آف دارد آف خوانده می شود. دروگ خوانده می شود، دروگ. گورت خوانده می شود. خب کلوب باشگاه و کلوب هم میگن، کلوب باشگاه و کلوب. ایوانوف نسب است، دروگ دوست، گورت شهر. فکر میکنم در همینجا انجام تیم درس خیلی خوب میشه چون که زیادی بد نشود. در صفحه 18 هستیم. در صفحه 18 از مشق 5 در درس آینده ادامه میدیم. درس آینده درس 10 است. از درس 10 از صفحه 18 از مشق 5 ادامه میدیم. خب تشکر به یکی شما برای اشتراک در این درس و تماشای این درس و برای دستگیریاتون. تا درس‌های نوبتی کامیاب و سربلند باشید.